مادرای عزیز و خواهرای عزیز، من بر همه شما باور که مراجعتم همین است. از تمام آن روزه های نافله‌ای که شما میگیرید، از تمام آن نمازهایی که شب و روز نافله‌ای که شما میخوانید، اگر یک بار بر روی شوهر تبسم کنین، قسم به خدا از همه عبادتان بالا هست. یک بار به بالای شوهر تبسم کنید، یا یک بار پشت دست شوهر تا بوسه کن، از همه عبادتت بالاست. کوشش کن مادر عزیز، خواهر عزیز، کوشش کن که شوهر از پیش خود دستش بردارد، گوید خدا تو را اهل جنت گرداند. کوشش کن. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، زیرا خواهر عزیز بزرگترین حق بالای تو نه پدر دارد، نه برادر دارد، نه عمک و تقت دارد، شوهر دارد. بزرگترین حق بالای تو حق شوهر نیست. قسم به خدا روز از روزها این زن و شوهرها را خدا در پیشگاه خودش راست میکند. خوش به حال اون زنی که در دنیا خدمت کرد، دعا کرده، دعای شوهر را گرفته است. خداوند باز همراه می شوهر در جنت جایش میکند. حضرت عایشه از شوهر از حبیب خدا گفت در حقم دعا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک برداشت، زیرا از عایشه راضی بود، زیرا عایشه همیشه در خدمت رسول اکرم قایم بود، همیشه پشتیبانی از رسول اکرم میکرد، شوهرش غیبت نمیکرد، شوهرش کمبودی هاش در پیش دکانه ها و زنهای همسایه بیان نمیکرد.